وای بچه‌ها میخوام یه چیزی واسهتون تعریف کنم. باز چطوری زدی تندیس؟ رفته بودم شمال، یه اکیپ پسر دیدم خدا بود، بور، چش رنگی، قد بلند، قشنگ تایپ خودم بود. بعد اونجا داشتن بسکتبال بازی میکردن دیگه، منم دور دیدم اینا ماشاءالله ورزشکار، رفتم جلو. شانس من همون لحظه توپ پسر خورد به من دیگه، اومد جلو، هم صحبت کردیم. برگشتم بهش گفتم که خب مربی و اینا، گفت آره من مربیم دیگه. گفتم که پیج تو بده با هم هماهنگ شی. والا این که همیشه میگفت پسر باید پیشنهاد بده، حالا چی شده تو رفتی پیشنهاد دادی؟ حالا دوست دارم بدونم اینا کیان. معلومه خوشش اومده. حالا دوستاش خوب بودن؟ بابا من که اصلا به دوستاش نگاه نکردم، اونجا داشتم با خودش صحبت میکردم. یه لحظه هم که از دوستاش فکر کنم صداش کرد گفت بیا، اونم دیدم قد بلند بود. دیگه جفتتون میدونید من تایپم قد بلنده، بعدش هم اگه خوب نبودن که نمیرفت پیجشونو بگیره. حالا نگفت ببینیم همو. والا یه استوری با دوستاش تو باشگاه گذاشته بود، ریپلای زدم هنوز جوابمو نداده.